غیور مردان تازی در برابر تیم ضعیف الان سفارایی کردن، همه ماشاءالله ستاره ازشون میباره. انشالله که میریم صلح پلح کنیم و قهرمانی سوم، ستاره سوم. خب به بازی میریم. از اون زنا میندازن ضرب در زا و توی اشکال نداره. گل اول خوردیم میشه جبران کرد. بعد بارها هم جبران کردن. چیزی نیستش. یه پشت دفاع یه سوتی میده اونجا، بازیکن خودش میره تک به پنگوئن میشه، سرپا دیریب خطا آقا، دیریب سرپا داور پدرسگ لونگی. گل دوم اشکال نداره. حالا باز اشتباه کردیم ولی از این جا به بعد دیگه باید مراقب باشیم دیگه. هنوز هست، راه جبران هست. از اون زنا یه سانت کله زاوی بسته زارپ چی شد، از اونجا هم گل شد. پدر عبدالرحمن خوشحالی میکنه. گل سوم هنوز میشه. بچه‌ها بارها نشون دادن که میشه، برمیگردن. فعلا که خم شدن. اینجا ببینید یه سیزوری زد از اونجا با تکل و اینا نامد. حالا یه فرصت اونجا پشت پا گل بازی میکنن، یه این ور اون ور میکنه میزنه. گل چندم شد آقا؟ گل چهارم اشاره میکنن، گل چهارم. جبران میکنیم اشکال نداره. بچه‌ها باید به خودشون بیان، یکم غیرت کنن. تاج کبیر ریدن به اسمتش. حالا یه بار دیگه پشت محوطه این اسب دیریب میخوره بازیکن، یه شوت زمینی گل گل. گل